چطور بهترین پروژه و پیمانکار رو انتخاب کنید؟ وقتی تصمیم به پیش خرید میگیرین، انتخاب پروژه مناسب و پیمانکار معتبر مهمترین گام‌هایی هستن که باید بردارید. اما چطوری میتونید بهترین گزینه رو پیدا کنید؟ توی این بخش نکات کلیدی رو برای یک انتخاب هوشمندانه با هم بررسی میکنیم. تحقیق درباره پیمانکار. قبل از امضای هر قراردادی مطمئن شید که پیمانکار پروژه تجربه و اعتبار کافی داره. پروژه‌های قبلی، نمونه کارهای قبلی پیمانکار رو بررسی کنید. آیا پروژه ها رو به موقع و با کیفیت تحویل داده؟ بازخورد خریدارای قبلی. از خریدارایی که تجربه خرید از همون پیمانکار رو داشتن اطلاعات بگیرید. مجوزها و تاییدیه ها. مطمئن شید پیمانکار داره مجوزهای لازم و معتبر هست. موقعیت مکانی پروژه. موقعیت مکانی ملک یکی از عوامل اصلی ارزش‌گذاریه. پروژه‌ای رو انتخاب کنین که دسترسی راحت به امکانات رفاهی مثل مدارس، فروشگاه‌ها، ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی رو داشته باشه. توی منطقه‌ای با پتانسیل رشد بالا باشه. مناطقی که در حال توسعه هستن معمولاً ارزش ملک در اونها سریعتر افزایش پیدا میکنه. جزئیات قرارداد رو با دقت بررسی کنید. قرارداد پیش خرید باید شامل تمام جزئیات مرتبط با پروژه باشه. موعد تحویل، تاریخ دقیق تحویل پروژه و جریمه در صورت تأخیر باید مشخص بشه. لیست امکانات. مطمئن شید که امکانات استاندارد ملک در قرارداد ذکر شده باشه. گارانتی. شرایط و مدت زمان گارانتی ها رو به دقت بررسی کنید. قیمت گذاری شفاف. گاهی اوقات قیمت اولیه پروژه تنها شامل هزینه ساخت و ساز هست و برخی هزینه‌ها مثل مالیات، تجهیزات اضافی یا تغییرات طراحی به قیمت نهایی اضافه میشه. از پیمانکار بخواید که تمام هزینه‌ها رو به صورت شفاف بهتون اعلام کنه. در صورت امکان بودجه‌ای برای هزینه‌های غیرمنتظره هم کنار بذارید. زمانبندی پرداخت‌ها. یکی از مزایای پیش خرید امکان پرداخت مرحله‌ای هست. اطمینان حاصل کنین که زمانبندی پرداخت‌ها با شرایط مالی شما هماهنگه. اگه مشکلی در پرداخت دارین با پیمانکار مذاکره کنین تا راه حل بهتری براتون پیدا بشه. استفاده از مشاوره تخصصی. همیشه توصیه میشه که تو فرآیند پیش خرید از متخصصان و مشاورین املاک کمک بگیرید. یک وکیل متخصص قرارداد شما رو بررسی کنه. مشاور املاک میتونه شما رو توی انتخاب پروژه مناسب راهنمایی کنه و از منافع شما در مذاکره ها دفاع کنه. بنابراین انتخاب پیمانکار معتبر و پروژه مناسب پایه و اساس موفقیت در پیش خرید املاک هست. هر چقدر اطلاعاتتون بیشتر باشه، قرارداد دقیق تری داشته باشین، احتمال موفقیت سرمایه‌گذاری شما بیشتر میشه. حالا میایم نکات کلیدی رو در مدیریت مالی و استراتژی‌های سودآور پیش خرید با هم دیگه بررسی می‌کنیم. مدیریت مالی و برنامه‌ریزی برای پیش خرید. پیش خرید علاوه بر فرصتی برای خرید خونه نوساز یک تصمیم مالی بزرگه. برای اینکه این مسیر بدون استرس طی شه، مدیریت مالی و برنامه‌ریزی دقیق ضروریه. توی این بخش نکاتی رو با هم بررسی می‌کنیم که بهتون کمک می‌کنه از نظر مالی آماده‌تر باشین و سود بیشتری کسب کنید. پیش پرداخت. چطور آماده بشید؟ توی پیش خرید، پیش پرداخت معمولاً 20% از مبلغ کل ملکه که در چند قسط پرداخت میشه. برنامه‌ریزی مالی. قبل از امضای قرارداد مطمئن شید که میتونید این مبلغ رو تامین کنید. انعطاف در پرداخت. برخی پیمانکارها پیش پرداخت‌های پایین‌تری مثل 5% رو در مراحل پایانی ساخت قبول میکنن. مذاکره توی این مورد رو هم فراموش نکنید. تأمین مالی و وام مسکن. یکی از نکات مهم توی پیش خرید اینه که وام مسکن شما در زمان تحویل ملک فعال میشه، نه زمان امضای قرارداد. آمادگی برای تغییر نرخ بهره. تغییرات احتمالی نرخ بهره رو هم در نظر بگیرید. افزایش نرخ بهره میتونه پرداخت‌های ماهانه‌تون رو تحت تاثیر قرار بده. مذاکره با بانک. برخی از بانک‌ها نرخ بهره ثابت برای 2 یا 3 سال رو هم ارائه میدن. این گزینه میتونه ریسک تغییرات نرخ بهره رو برای شما کاهش بده. بودجه بندی برای هزینه‌های اضافی. هزینه‌های جانبی در پیش خرید میتونه شامل این موارد باشه: مالیات‌های فروش مثل GST QST، هزینه‌های بستن قرارداد، هزینه‌های شخصی سازی مثل انتخاب کفپوش یا کابینت‌های بهتر، که برای این هزینه‌ها یه بودجه جداگانه رو در نظر بگیرین تا زمان پرداختش غافلگیر نشین. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری. پیش خرید یکی از روش‌های محبوب برای سرمایه‌گذاری در بازار
املاک. اما چطور میشه از این روش بیشترین سود رو کسب کرد؟ ارزش گذاری قبل از تکمیل. تو بسیاری از موارد ارزش ملک قبل از تکمیل پروژه افزایش پیدا میکنه. اگه قصد فروش داری میتونید با سود خوبی این کار رو انجام بدید. نگهداری ملک برای آینده. حتی اگه قصد فروش نداری، نگهداری ملک میتونه در بلند مدت ارزش سرمایه شما رو افزایش بده. مناطق رو به رشد. پروژه هایی رو انتخاب کنین که در مناطقی با پتانسیل رشد بالا قرار دارن. این مناطق معمولاً با افزایش تقاضا و ارزش روبرو هستند. بهره گیری از مشوق‌های مالی سازنده‌ها. بسیاری از پیمانکارها برای جذب خریدارا مشوق‌های ارائه میدن. تخفیف در هزینه‌های انتقال مالکیت، لوازم خانگی رایگان، پارکینگ انباری رایگان. این مشوق‌ها رو بررسی کنید و در مذاکرات خودتون از اونها بهره ببرید. مدیریت مالی در پیش خرید نه تنها بهتون کمک میکنه از استرس‌های غیر ضروری دور بمونید، بلکه شانس شما رو برای داشتن یک تجربه موفق افزایش میده. برنامه‌ریزی مالی، بررسی هزینه‌ها و استفاده از فرصت‌های مشوقی کلید موفقیت شما توی این مسیر هست. چشم‌انداز بلند مدت. چرا پیش‌خرید سرمایه‌گذاری هوشمنده؟ پیش‌خرید املاک علاوه بر خرید یک خونه رویایی میتونه یکی از بهترین تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شما باشه. اما چطور این روش به یک استراتژی هوشمندانه تبدیل میشه؟ توی این بخش به چشم‌انداز بلند مدت و فرصت‌هایی که پیش‌خرید برای سرمایه‌گذار فراهم میکنه میپردازیم. افزایش ارزش ملک قبل از تکمیل پروژه. یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های پیش‌خرید اینه که معمولاً ارزش ملک قبل از اتمام پروژه افزایش پیدا میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ رشد بازار، افزایش تقاضا و پیشرفت مراحل ساخت ارزش پروژه رو بالا میبره. چه زمانی سود میکنید؟ اگه قصد فروش ملک رو بعد از اتمام پروژه داشته باشین، میتونید از این افزایش ارزش سود بهره ببرید. هزینه‌های پایین‌تر تعمیر و نگهداری خونه‌های نوساز برخلاف خونه‌های قدیمی هزینه‌های نگهداری کمتری دارند. چرا؟ تمام تجهیزات و زیرساخت‌ها نو هستند و نیاز به تعمیرات اساسی ندارید. نتیجه این یعنی هزینه‌های جاری شما به مراتب کمتر هست و نگرانی بابت خرابی‌های مکرر رو هم نخواهید داشت. پتانسیل اجاره دهی بالا. اگه قصد این از ملک خودتون درآمدزایی کنید، پیش‌خرید یک گزینه فوق‌العاده است. خونه‌های نوساز معمولاً جذابیت بیشتری برای مستاجرها دارن. امکانات مدرن و طراحی جدید باعث میشه که بتونید اجاره بالاتری درخواست کنید. تو مناطقی که در حال توسعه هستن، تقاضا برای اجاره ملک‌های نوساز بالا هست. انعطاف در برنامه‌ریزی بلند مدت. انعطاف در برنامه‌ریزی بلند مدت پیش‌خرید بهتون امکان رو میده که برای اهداف مالی بلند مدت خودتون برنامه‌ریزی کنید. برای زندگی شخصی، اگه قصد دارین خونه برای آینده خودتون داشته باشین، پیش‌خرید گزینه‌ای ایدئاله. برای سرمایه‌گذاری این روش بهتون فرصت میده که با بودجه کمتر یک دارایی ارزشمند بسازین و در زمان مناسبی از اون به سود برسید. امنیت در برابر نوسانات بازار. تو شرایطی که بازار مسکن بی‌ثباته، پیش‌خرید میتونه به عنوان یک سپر امنیتی عمل کنه. چالش‌ها و راهکارها. پیش‌خرید اگرچه مزایای بی‌شماری داره، اما همونطور که بهش اشاره کردیم خالی از چالش نیست. تأخیر در ساخت. با انتخاب پیمانکار معتبر میتونید ریسک رو کاهش بدید. هزینه‌های اضافی. از ابتدا بودجه برای این موارد کنار بذارید. تغییرات نرخ بهره. با بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر مذاکره کنید. آیا پیش‌خرید برای شما مناسبه؟ پیش‌خرید میتونه یک انتخاب فوق‌العاده باشه، به شرطی که اطلاعات کافی درباره پروژه و پیمانکار داشته باشید. وضعیت مالی خودتون رو با دقت بررسی کنید. اهداف کوتاه مدت و بلند مدتتون رو مشخص کنید. اگه به دنبال خونه نوساز و مدرن هستین یا میخواین در بازار املاک سرمایه گذاری کنین، پیش‌خرید یه گزینه عالی هست. اما همیشه مطمئن بشین تصمیمتون بر اساس تحقیق، مشورت با متخصصان و بررسی دقیق قرارداد هست. اگه این اطلاعات براتون مفید بود، حتما این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید. نظرات و سوالاتتون رو در کامنت ها برای من بنویسین تا در ویدیوهای بعدی بهشون پاسخ بدم. امیدوارم ترانزکشن عالی داشته باشید. موفق باشید.